سریال یوسف پیامبر رو همتون یادتونه. و دیدید که در علم تعبیر خواب سرآمد همه معبران مصر است. از امروز او را امین خود قرار می‌دهیم. یوزارسیف را از امروز نزد ما جایگاهی مطلق و امانتی بی قید و شرط است. سریالی که انقدر طرفدار داشت که تو ساعت پخشش خیابونا خلوت میشد، اما حالا بعد از 15 سال ما 8 سوتی ازش پیدا کردیم که حتی کارگردان این سریال هم متوجهش نشده بود. سوتی‌های عجیبی مثل رد شدن ماشین از جلوی دوربین، قایق موتوری تو رود نیل، یا این بازیگر نقش ندیمه که کیف دستی مدرن دستشه. حالا که حسابی کنجکاو شدید این سوتی‌های عجیب و غریب و بی سابقه رو ببینید، لایکو بزنید، ما هم انرژی بگیریم. کانال دانستنی روز رو هم سابسکرایب داشته باشید، یا اگه سابسکرایب نکردید همین الان کارهای اداریشو انجام بدید و یه دستم به اون زنگوله‌ای که پایین ویدیو هست بزنید تا با صدای دینگ دینگش کارمون رو شروع کنیم. اول از این سوتی شروع می‌کنیم. قسمت 28م این سریال، جایی که جناب پوتیفار از دست کارهای زنش صبرش به لبش رسید و جونش از از تنش در اومد. اگه یادتون باشه جسدش رو توی این تابوتای مصری گذاشتن و با قایق بردنش به اون سمت رود نیل که توی اهرام دفن بشه. تا اینجا همه چی عادیه، ولی وقتی قایق حرکت میکنه میبینی این چیه دیگه؟ یه قایق موتوری اون پشته که اشتباهی تو کادر میفته و این آقا با اون تیشرت قرمزش طراح صحنه، کارگردان و فیلمبردار و تدوینگر و همه عوامل فیلمو به فنا میده. قبل از اینکه بریم سراغ سوتی دوم لازمه بگم هدف ما از پیدا کردن سوتی این سریال یا سریال پایتخت این نیست که بخوایم ثابت کنیم ضعیفن، وگرنه سریال‌های معروف هالیوودی مثل گیم آف ترونز و بریکینگ بد هم سوتی خیلی فاجعه بارتری از اینا دارن. اما چون شما دلانگیزا همتون پایتخت و یوزارسیف رو دیدین و با سریال‌های ایرانی بیشتر ارتباط برقرار می‌کنید، ما راجع به این ویدیوها صحبت می‌کنیم. خب تا بدنتون سرد نشده بریم سوتی دوم. اگه یادتون باشه تو قسمت 41 این سریال برادران یوسف از کنعان اومده بودن مصر که یارانه گندمشون رو بگیرن. یوزارسیف هم برای اینکه نمکگیرشون کنه گندمو بهشون داد، اما تو این سکانس وقتی داشتن گونیا رو بار اسباشون میکردن که برگردن، گوشه کاد یک ماشین سفید از اون پشت میاد رد میشه. حالا احتمالاً از تعجب دهنتون باز مونده و میگین 3000 سال پیش ماشین کجا بوده؟ ما هم چه میدونیم، لابد بوده که تو این سریال نشون دادن. آن اخماو پولای مردم از معبد دزدیده، باشه یک پژو پارس تیو 5 از آمون خودرو ثبت نام کرد و خرید کرد. اما سومین سوتی تو قسمت 19ام این سریال اتفاق افتاد، جایی که یوزارسیف با توطئه زلیخا افتاد زندان. اگه یادتون باشه وقتی یوزارسیف وارد زندان شد حسابی از وضعیت بهداشت اونجا تعجب کرد و به زندانیا گفت چطوری اینجا زندگی میکنید؟ چرا تمیزش نمیکنید؟ اینجا چگونه زندگی میکنید؟ چرا تلاشی برای مرمت، برای تمیزی اینجا نمی کنید؟ تو اینستا هم این جمله ترند شده بود و میگفتن وقتی مادرم وارد اتاق میشه دقیقاً همینو میگه. اینجا چگونه زندگی میکنید؟ خلاصه زندانی‌ها هم تحت تاثیر حرفای یوزارسیف قرار گرفتن و شروع کردن به نظافت زندان. موقع نظافت هم کارگردان برای اینکه نشون بده چقدر اونجا کثیف بوده چند تا موش ول کرده بود. خب تا اینجاش که سوتی نیست، هر جا خیلی کثیف باشه موش هم هست، اما اگه با دقت نگاه کنیم می‌بینیم موشا دم ندارن. مگه میشه؟ نه نمیشه. دلیلش هم اینه که این حیوانکی اصلا موش نیستن، همستر و خوکچه هندی ان که به عنوان حیوان خونگی مردم نگهداری میکنن. زبون بسته اصلا موجودات کثیف و چندیش هم نیستن. حتی واسه طبیعی‌تر شدن بازیگر رو چند بارم با جارو تو سر همستر بیچاره کوبیدن که جیغش در بیاد و واقعا هم ناراحت کننده بود. اگه از موش واقعی چندشتون میشد انقدر سخت بود و با جلوه‌های ویژه و تصویری موش اضافه میکرد. شما که محدودیت بودجه نداشتید. با احتساب تورم به پول الان 3000 میلیارد تومان بودجه این سریال بوده. 12000 تا بازیگر و سیاه لشکر اومدن توش بازی کردن. 3000 دست لباس برای این سریال دوخته شد و فیلمبرداریش هم 3 سال طول کشید. حالا چرا تو پروژه با این عظمت چند تا موش واقعی نیاوردن یا جلوه‌های ویژه استفاده نکردن ما نمیدونیم. بریم سراغ سوتی 4 که اینم تو قسمت 41 اتفاق افتاد. همونطور که گفتم برادر یوسف اومده بودن مصر یارانه گندم بگیرن. یوزارسیف هم اونا رو دعوت کرد به کاخ و یک نهار مشتی بهشون داد. تو همین سکانس بنیامین شروع کرد ماجرای برادر گم شدهشو رو تعریف کرد و گفت اتفاقا برادرم مثل شما یه خال روی دست چپش داشت. حالا اگه دقت کنید تا قبل از اینکه بنیامین این حرفو بزنه اصلا خالی رو دست یوسف نبود. یعنی تو کل قسمت‌های سریال شما یک سکانس پیدا نمی‌کنید که روی دست چپ مصطفی زمانی خال باشه. اما تا بنیامین این حرفو زد یهو کارگردان عجیب مجیلا ترجی کرد که خالم رو دست یوزارسیف
کلیپ ظاهر شد. یعنی گیریمور نباید از اول فکر این سکانس رو میکرد. اینی که چیزی نبود که بخوان سری سوتی بدن. حالا بریم سراغ سوتی پنجم. تو قسمت 26 این سریال فرعون اون خواب معروفش که راجع به 7 خوشه گندم و 7 گاو بود رو دیده بود. اگه یادتون باشه کاهنای شکم گنده معبد هم اومدن که مثلا خواب فرعون رو تعبیر کنن، ولی یه مش حرف خزعبل تحویل فرعون دادن و در نهایت حضرت یوسف تونست تعبیر دقیق خوابو به فرعون بگه و کاهنا سابیدن به علک. کاهنا برای اینکه از دل فرعون در بیارن تا دهنشون صاف نشه، یکی از خوابگزارای معبد رو انداختن تو رود نیل که غرق بشه و بعدم جسدش رو آوردن تو معبد. حالا به شکم این بازیگر دقت کنید، راحت داره نفس میکشه. بله، ما از بازیگر توقع نداریم واقعا بمیره، ولی میتونه وقتی دوربین روشه حداقل چند ثانیه نفسشو حبس کنه. لامصب نهایت میخواد 10 ثانیه نفستو نگه داری، نمیمیری که. اصلا نمیخواد نفستو حبس کنی، حداقل انقدر عمیق نفس نکش که با هر دم و بازدم شکم نیم متر بالا پایین نشه. شک ندارم وسط ضبط خوابش برده، اصلا به یه ورش هم نبوده که سر صحنه فیلم برداری. سوتی بعدی که شماره 6 مربوط میشه به اون قسمتی که حضرت یعقوب به مصر اومد تا حضرت یوسف رو ببینه. تو این سکانس که از بازیگری سیاه‌لشکر استفاده شده بود، اگه دقت کنید کنار مردم یه زن با لباس ندیما داره میده و یه چیز سیاه دستشه که ما وقتی روش زوم کردیم دیدیم یک کیف دستی زنونه امروزی که این بازیگر دستش گرفته. خودم مگه تو کیف چی داری که حتی سر فیلم برداری هم نمیذاری زمین؟ 3 سال زحمت کارگردان عوامل سریال رو به چوخ دادی. سوتی هفتم این سریال هم یه سوتی ریز و ذره‌بینی که هر کسی متوجهش نمیشه، اما دست دانستنی رو در نرفته. اون قسمتی که زلیخا زنای مصر رو دعوت کرد به کاخش تا زیبایی یوزارسیف رو نشونشون بده، یادتونه؟ همونجا که همه خانم‌ها دستشون رو بریدن. مهمانی امروز به همین منظور بود. می توانید بروید. حالا به موهای زلیخا توجه کنید. جلوی موهاش 7 سانت با لبه کلاهش فاصله داره و تقریبا تا بالای ابروش. اما وقتی مهمونی تموم شد و زلیخا پیش پوتیفار رفت، گیریمش کلا عوض شد. اینجا رو ببینید، موهاش کامل رفته زیر کلاه. انگاری دیده چتری بهش نمیاد، یهو رفته جلو موهاشو کوتاه کرد. سوتی شماره 8 هم مربوطه به اون قسمتی که کاهنای معبد به جای اینکه گندم رو با خوشه ذخیره کنن، دونه گندم رو انبار کرده بودن و تمام گندمشون رو موش خورده بود. یوزارسیف هم که این قضیه رو فهمیده بود، داشت میرفت پیش پادشاه که خبر چیز شدن کاهنا رو بده. منظورم زایی شدنه. اینجا داره به سمت کاخ میره، نگاه کنید قشنگ. لابد میگه خب داره میره دیگه، از راه رفتنش هم میخواد سوتی در میره. نه، راه رفتن سوتی نیست، ولی اگه به اون پشت مجسمه دقت کنید، تصویر یه مرد با یک چیز دراز تو دستشو میدید که کسی نیست جز آقای صدا برداری که حواسش نیست، خودش و میکروفونش تو کادره. اینم از این سوتیایی بود که آدم از این سریال خفن با این همه بودجه انتظار نداشت. خب دلنگزا، این ویدیو هم تموم شد. بازم تاکید میکنم سریال یوسف پیامبری که از بهترین سریال‌های تاریخ سینما ایران و نکته‌ای که نمیدونستین اینه که این سریال تقریبا تو تمام کشورهای اسلامی مثل ترکیه و عراق و تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و در مجموع تو 60 تا کشور پخش شده و به شدت هم پرطرفداره. هدف ما هم از ساخت این ویدیو فقط سرگرمی بود، وگرنه این سریال نسبت به بعضی از فیلم‌های هالیوودی که تو هر سکانس 5 تا سوتی دارن خیلی خفن‌تر هم شد. حالا بگید شما تا الان چند بار سریال یوزارسیف رو دیدید؟ خودم که انقدر دیدمش که برم مز تو کوچه‌اش گم نمیشم دیگه. اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد که مطمئنم اومده، لایکو بکوبید تا خستگی ما هم در بره. کانال دانستنی روز رو حتما سابسکرایب داشته باشید و ویدیوی خفن ما رو دنبال کنید. اگرم تا حالا این کارو نکردید، یه زحمت کوچولو به انگشتتون بدید و دکمه رو بفشارید، زینگ زنگوله رو هم به صدا در بیارید که متوجه بشید ما ویدیوی جدید گذاشتیم و از دستش ندید. 2 تا ویدیو قبلیمون هم الان اومد روی صفحه که با یک کلیک میتونید ببینید. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدار.